اینقدر ضعیف و نفس نباشید. اونهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارند. اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نشناختند، نمیفهمند چه میگن. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردن به مستضعفین بدن و خواهم داد. و پس از این هم تخفیف‌های دیگر در امور خواهد حاصل شد، لکن یک قدری باید تحمل کنیم، به این نغمه‌های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. اونها شما را میخوان دلسرد کنند از اسلام. اسلام پشتیبان شماست. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند. ما هم دنیا را آباد میکنیم و هم آخرت را.